آقا تو رو خدا یه دقیقه وایسا آقا. چی خواهی گفت؟ من تو قسمت قبلی شما زنگ نزدی یک 110 بیاد بگیرن ببرن. خدا نمیدونستم خواهرت روش حساس شدم این کارو انجام دادم وگرنه هیچ وقت این کارو نمی‌کردم. پسر ما از تو شکایت خواهیم کرد. کلمه آخری اگه دونستی دوبار دیگه تکرار کنی همین به اول فصل یه جایزه بهت میدم. دادگاه خواهیم دید حتی. این کارو من که گفتم میبرنش دکترای اون برمیدم درستش کنن. مگه میخوای کاپوت ماشین رو بدی راهکاری کنن؟ پوفیوز زدی صورت یارو رو رفتی به هم. خواهی بود این آدم نامرد اسید پاچید تو صورت خواهرمون. های اون کثافت را خواهی انداخت بیرون ها. من دادگاه اون را میگیرم ها. توی گفتن یه جمله 10 بار انگوش کشیکش خورده و توی مو هی میگه ها. چه خواهی گفت خواهرم؟ تو گم میکنی از این خونه گم میشی میری. های الان فهمیدم این هندیا چون قصرتون زیاد میخورن دارن همین دهنشونو خنک میکنن. من خواهرتو دوست دارم تا تهشم پاش وای میستم تا بهتون ثابت کنم که ایران و هند هیچ فرقی با هم ندارن. ما همه با هم برادریم. خود ملت ایران تو رو تحویل نمیگیره که رو جف میدی. چجور ثابت کرده؟ های این سری 3 تا زدی هتریک کرد. آفرین. این عاشق نشدی نمیدونی من بهت نشون میدم غیرت ایرانیو به زودی برمیگردم.